در جای کاری نواد امروز روز اولی کاریت هست ها؟ بله پدرجان. بسیار در هیجان هستم. کارها بسیار جدی و سرتشویش. خیر پسرم. گپ همین. یک بار دیگر تاکید میکنم. از همه مهم پاک وجدان باش. هر گپ و کاری پیش می آید همیشه راست قول باش. چون که من و مادرت به تو نان حلال و نام پاک دادیم. انا از همه مهمش همین رسالت رو بجا بیاری کفایه است. نام نیکی خاندان ما رو داغدار ننمایی مبادا. پدر درست میگوید پسرم. کوشش کن که همیشه راه درست رو انتخاب کنی. بله. ما تو رو با نان حلال به وای رساندیم. در کارهایت موفقیت میخوام پسرم. رحمت مادر جان، رحمت. پدر جان، مادر جان، من کوشش و حرکت میکنم که این سخنان شما را فراموش نکنم. آفرین. و در کارهایم صادقانه به مردم خدمت کنم. آفرین پسرم. با اجازت شما من میروم. برای کار و کامیابی میخوایم. آمین. آمین. من روم که دیر شد. با اجازت شما. باشد. برای موفقیت. خب رحمت. صد شکر. خدا را شکر. خب رحیم جان، یک آدمی نزدیک برآمده است. در همین حجتش بعضا کمبودی هست. دیده برآمده امضایت رو میگذاشتی. مهربانیش در درونش است. بعد صحبت میکنیم. ҳукм кард ба Сатурзода Раҳимҷон бо моддаи 319 исми яки кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол бо адон намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳотӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. هر گپ و کاری پیش می آید همیشه راست قول باش. چون که من و مادرت به تو نان حلال و نام پاک دادیم. انا از همه مهمش همین رسالت را بجا بیاری کفایه است. خب رحیم جان، چی شد؟ امضا کردی؟ ببخشید. من این کار رو نمیکنم. خوب فکر کردی؟ گفتم که نمیکنم. لبای اکا سلطان خوب هسته؟ رحمت دلشاد جان.
و پسرتان میتوانید باوری کنید از امتحان گذشت. تشکر. من بسیار منتدار. این سهم شما است. البته سهم شما خیلی زیاد است در این کار. امید داریم که شما نیز در تربیت پسر ما سهم زیادتر میگیرید. البته. رحمت. سلامت باشید. خوب خیر. تشکر. اوه شیر بچه ایمان، دختر جان ایمان. ای آفرین حاضر. انا شیر بچه من این هستون تو. انا دختر جان من این هست تو. باباتون در خونه؟ ها. آفرین. چطور فریاد کنه؟ داداش این پسرتون دیر کرد؟ همین ساعت ها رسیده می آید. سلام علیکم. انا خودش گفتم کو. مادر جان چه خیر شما؟ بیا. بذار پسرم. مادر جان نخیزید. بیا سلام. سلام علیکم. از کار گپ زن پسرم، از کار چگونه بود کار؟ پدر جان خوش. امروز در نزد وجدانم از یک امتحان بزرگ گذشتم. خای. نصیحت های شما و مادرم مرا نجات داد. آفرین. پاک ماندم پدر جان، پاک. من به تو باور دارم پسرم. انا همین خیل ادامه ده. تبریک. رحمت پدر جان. مبارک شد. коррупция تنها با قانون نه، با تربیه، وجدان و آگاهی نیز میتوان شکست داد. اگر ما فرزندی نیک میخواهیم باید خودمان نمونه باشیم. بیایید از عائله خود آغاز میکنیم. نیست باد فساد.